آیا انسان‌ها ذاتاً خودخواه هستند؟ نظامی که امروز زیر سایش زندگی می‌کنیم، یعنی همین سرمایه‌داری که روی مالکیت خصوصی و فردی بنا شده، سالهاست تلاش می‌کنه جواب این سوال رو بده. از متفکرهای اولیه اقتصاد سیاسی لیبرال بگیر تا فیلسوفای قرن 19 که از نتایج عصر روشنگری دلزده شده بودند. و بعدش هم لیبرال هایی که تو قرن 20 جایزه نوبل گرفتن تا نئوپوزیتیویستای 3 دهه اخیر. همشون یک حرف مشترک دارن. اینکه انسان به طور ذاتی موجودی خودخواهه و این خودخواهی یه جورایی ریشه ثابت طبیعت انسانه. این متفکرها نظریه ها و ایده های فلسفیشون رو هم دقیقاً روی همین فرض سوار کردن. از مفهوم لیبرال کلاسیک انسان اقتصادی بگیر تا ایده ابر انسان نیچه، ایده‌ای که بعدها روی فاشیسم نازی و حتی روی نمادهای فرهنگ پاپ امروز هم اثر گذاشت. تو چنین فضایی جامعه ما هم تصویر خودشو از فرد بر پایه همین باور ساخته، تا جایی که بعضیا ادعا میکنن خودخواهی نه فقط ویژگی آدم‌ها بلکه ویژگی همه موجودات زنده است. میگن حتی ژن‌ها و سلول‌ها هم میتونن رفتار خودخواهانه داشته باشن. این حرف بدون تعارف چرند محضه. چون خودخواهی یه واژه خنثی نیست، یه قضاوت اخلاقیه. و قضاوت اخلاقی فقط وقتی معنا داره که پای یک فاعل وسط باشه، کسی که توان انتخاب داره، کسی که میتونه بین چند مسیر یکی رو انتخاب کنه. فقط چنین موجودی میتونه خودخواه باشه یا فداکار. چیزی که ذاتی و ضروریه مثل رفتار سلول یا ژن اصلاً امکان ارزیابی اخلاقی نداره. حالا بورژوازی از همین سوء تفاهم نهایت استفاده رو میکنه. این ادعا که انسان ذاتاً خودخواهه دقیقاً برای همینه که هر رفتار منفعت طلبانه ای رو از بار اخلاقی خالی کنه. انگار که انسان هیچ انتخابی نداشته و هر کاری میکنه طبیعتش بوده. اما واقعیت اینه آدم‌ها میتونن انتخاب کنن که خودخواه باشن یا نباشن. یکی میتونه از خودگذشتگی نشون بده، یکی هم نه. ولی وقتی به بورژوازی میرسیم داستان فرق داره. کسی که هدفش انباشت سرمایه و بالا بردن ثروت قاعدتاً منافع خودش رو میذاره جلوتر از هر چیز دیگه. رقابت دائم با بقیه طبقه خودش و اتکاش به استثمار کارگر هولش میده به سمت کار بیشتر، فشار بیشتر و در نهایت بی تفاوتی نسبت به هر چیزی جز سود. یه بورژوا فقط وقتی میتونه واقعاً از خودگذشتگی نشون بده که کلاً از جایگاه بورژوایی خودش دل بکنه. چون خودخواهی توی تار و پود این طبقه نشسته. برای همینم بود که مارکس و انگلز توی مانیفست کمونیست گفتن وقتی بورژوازی تبدیل شد به طبقه حاکم، هر شور و شوق انسانی و هر خصلت جوانمردانه‌ای رو در آب یخ حساب و کتاب‌های منفعت طلبانه غرق کرد. اما بورژوازی همیشه یک حرف تکراری داره. میگه همه خودخواهند، ما هم همینیم و راه دیگه‌ای هم نیست. این جمله به ظاهر ساده فقط یک توجیهه، چون اگه بخوان خودخواهی رو خیلی آشکار به عنوان یک ارزش مطرح کنند، باید از اون چیزایی که سالها باهاش خودشون رو بزک کردن مثل آزادی فردی و برابری قانونی دست بشورن. برای همین یک بازی دیگه میکنن. منافع خودشون رو طوری جا میزنن که انگار منافع هر فرد همین هاست. نظمی که امروز ما زیرش نفس میکشیم یک فرد ایدئال ساخته و این فرد رو گذاشته روی یک سکو، یک بت، و بعد دور و برش یک فرهنگ کامل ساخت. فرهنگی که همه چیزش حول محور فردیت میچرخه. نتیجه امروز این باور که انسان ذاتاً خودخواهه بیش از هر ایدئولوژی دیگه‌ای تبدیل شده به ستون پنهان همین نظام استثمار کرد. باوری که نه حقیقت داره نه بی‌طرفه، فقط یک ابزار ایدئولوژیکه تا این نظم سر پا بمونه.
با این حال وقتی تاریخ بشر رو نگاه می‌کنیم، تاریخی که بیش از 2 میلیون سال قدمت داره و هنوز هم داریم گوشه‌هاش رو کشف می‌کنیم، یه چیز واضح میشه. این که انسان‌ها فقط یک تیپ ثابت رفتار نیستن. ما یک ظرفیت گسترده داریم، یک طیف کامل از تجربه‌ها و واکنش‌ها. چیزی خیلی پیچیده تر از اون که بشه با یک جمله جمعش کرد. و نکته مهمتر اینه که در طول تاریخ آدم‌ها وقتی به بالاترین توان خودشون رسیدن که کنار همدیگه عمل کردن، نه وقتی فقط به خودشون چسبیدن. بزرگترین پیشرفت‌ها همیشه از دل همکاری و زندگی جمعی در اومده، نه از دل فردگرایی خالص. این مدل زندگی هم به نفع فرد بوده، هم به نفع جمع و مهمتر از همه به بقیه هم آسیبی نمیرسونده. برای همین اون فرضیه لیبرال که فرد و جامعه رو مثل دو دشمن روبروی هم میذاره توی آزمون تاریخ عملاً شکست خورده. یک مثال روشنش زبانه. زبان یکی از بنیادی ترین چیزهایی که ما رو انسان میکنه و زبان فقط توی یک بستر اجتماعی میتونسته شکل بگیره. وقتی زبان به وجود اومد یعنی آدم‌ها به یک برداشت مشترک از جهان رسیدن. یک نظام فکری مشترک، یک فرهنگ مشترک، چیزی فراتر از تقلید رفتار. آدم‌ها برای نامگذاری اشیا، برای انتقال تجربه‌ها، برای برنامه‌ریزی آینده مجبور بودند روی یک مجموعه مفهوم مشترک توافق کنند. این فرهنگ مشترک فقط این نبود که همه به یک چیز یک اسم بدن، بلکه اجازه میداد تقسیم کار پیچیده‌تر و دقیق‌تر بشه. و همین تقسیم کار پیشرفته کارهایی رو ممکن می‌کرد که بدون برنامه و هماهنگی جمعی اصلاً شدنی نبود. با ظهور انقلاب نوسنگی، انسان‌ها شروع کردند به اهلی کردن حیوانات و گیاهان مفید، به خصوص غلات. این مهارت تازه کم کم باعث شد پیشرفت چشمگیری در زندگی بشر شکل بگیره. آدم‌ها تونستن روی زمین‌های حاصلخیز بیشتر از نیاز روزانه خودشون تولید کنن و برای اولین بار از حد بقای صرف فراتر برن و تمدن‌های پایدار و ثابت بسازن. همه اون تمدن‌های اولیه روی یک واقعیت ساده بنا شده بودن. این که میشد غذای اصلی مردم مثل غلات و دام رو انبار و ذخیره کرد. و درست از همینجا بود که نابرابری طبقاتی دائمی شروع شد. وقتی غذا، زمین و ثروت قابل ذخیره شدن بود، گروهی از مردم تونستن بیش از حد جمع کنن و همین شکاف جامعه رو به دو بخش مشخص تقسیم کرد: طبقه حاکم و طبقه ستم دیده. این دوره یک نقطه عطف در تاریخ بشره، دوره‌ای که به پیدایش جوامع طبقاتی معروفه. جالبه که این ساختارهای تازه از نظر تولیدی حتی کارآمدتر از جوامع برابری طلب قدیمی بودن. چرا؟ چون اقلیت حاکم بقیه جامعه رو وادار میکرد که سخت‌تر و بیشتر کار کنن و این فشار رو هم از طریق یک برنامه ریزی و مدیریت کامل از بالا به پایین اعمال میکرد. علاوه بر همه اینها، پیشرفت‌هایی مثل سیستم‌های گسترده آبیاری، بهره‌وری نیروی کار انسانی رو به شکل چشمگیری بالا برد. دیوارهای بزرگ دور شهرها ساخته شد تا از ثروتی که انباشته شده بود محافظت کنه و بناهای عظیم و باشکوهی برپا شد که عملاً تبدیل شده بود به محل پرستش همون ثروتمندان. جامعه‌ای که ما امروز داخلش نفس میکشیم، یعنی همین سرمایه‌داری، پیشرفته ترین و آخرین شکل همین جوامع طبقاتیه. ما الان توانایی تولید غذای کافی برای سیر کردن میلیاردها انسان رو داریم، اما با وجود این ظرفیت عظیم هر روز هزاران نفر از جمله بچه‌ها به خاطر بیماری‌هایی که از سوء تغذیه میاد جونشون رو از دست میدن. از اون طرف سریع‌ترین و مدرن‌ترین ابزارهای حمل و نقل رو داریم، ولی عملاً گرفتار سیستمی هستیم که برای هر نفر یک وسیله نقلیه میخواد. نتیجهش چیه؟ ماشین‌ها 95% عمرشون فقط پارک میمونن و بقیه وقت هم هممون داخل ترافیک میسوزیم. هر کدوم از ما الان یه دستگاه دستی تو دستمون داریم
که به ما اجازه میده فوراً به تمام دانش بشریت دسترسی پیدا کنیم. ولی واقعیت چیه؟ به جای اینکه از این وسیله‌ها برای فکر کردن و یادگیری استفاده کنیم، بیشتر وقتاشون میریم سراغ ویدیوهای کوتاه، حسادت به ثروتمندانی که حتی یک روزم کار نکردن، یا به اشتراک گذاشتن لحظات نادر و زیبای زندگی خودمون با دیگران، فقط برای اینکه تایید بشیم. امروزه بشریت داره سلطه طبقه سرمایه‌دار و پیگیری خودخواهانه منافع شخصیشون رو تجربه میکنه. تمرکز روی ثروت فردی فراتر از اون مزایایی رفته که میتونست به همراه داشته باشه. نتیجهش چی میشه؟ جامعه وارد دوره‌ای از انحطاط و فروپاشی مادی و اخلاقی میشه. این زوال رو میشه با سقوط روم یا ایالت فرانسه در زمان سلطنت لوی 16 مقایسه کرد. از سوی دیگه ایدئولوژهای بورژوا ادعا میکنن که دنیای ما بهترین جهان ممکن یا حداقل چیزی نزدیک به اونه. اونها دائما استدلال میکنن که تغییرات انقلابی رادیکال فقط اوضاع رو بدتر میکنه. میگن حتی انقلاب‌های گذشته مثل انقلاب فرانسه یا اکتبر بیشتر ضرر داشتن تا سود. این ایدئولوژها میگن تنها انگیزه انسان منفعت شخصیه و تنها هدفش هم جستجوی سعادت فردیه. ولی این دیدگاه نمیتونه توضیح بده که چرا حتی در ایدئال ترین شرایط اکثر مردم ناراضی‌اند و اصلا نمیگه که چرا افسردگی، اختلالات اضطرابی و فرسودگی شغلی تو جامعه انقدر شایع شده. سرمایه‌داری مردم رو مجبور میکنه ساعتهای طولانی تر کار کنن و همزمان تعداد زیادی از افراد رو از اشتغال مولد محروم میکنن. اونها مردم رو در شرایطی قرار میدن که مجبور به مصرف کنن، با تکیه بر بدهی‌های روزافزون و در زندگی شهری که هر روز بیشتر منزوی میشن. زندگی شخصی ما حالا توسط چیزهایی که مصرف میکنیم شکل میگیره، نه توسط رابطه با آدمهای دیگه. سرمایه‌داری مصرف بیشتر رو با عنوان درمانی برای همه انواع منفیگرایی ارائه میده. نتیجه، افرادی که فقیر هستن زندگیشون رو کاملا بی‌ارزش میدونن و در مقابل اونهایی که شانس مصرف نسبی دارن توی زندگی‌های محاصره شدن، پر از کالا و جدا از بقیه بشریت. انسان‌ها وقتی کنار هم هستن شکوفا میشن. این انزوا اما نه باعث رشد فردیت میشه، بلکه به زوال تدریجی روح انسانی می انجامه. امروز ما تو جامعه‌ای ساختار یافته زندگی میکنیم که نقش مهمی تو آموزش و پرورش ما ایفا میکنه. جامعه شخصیت ما رو شکل میده و روی اون تأثیر میگذاره تا ما با توسعه مداومش هماهنگ بشیم. اگر میخوایم از این وضعیت فرار کنیم، اول باید یه واقعیت ساده رو بپذیریم. ما واقعاً آزاد نیستیم. ما مستقل تصمیم نمیگیریم. به جای اون بین گزینه‌هایی که جلوی ما قرار داده شده، اون چیزی رو انتخاب میکنیم که ترجیح میدیم. به همین شکل معمولاً حقایقی رو باور میکنیم که به ما ارائه میشه. معمولاً هم همونایی که کمترین احساس گناه یا بیشترین کاهش ترس رو بهمون میده. فرد باید آزاد باشه و سرنوشت خودش رو به دست خودش بگیره، اما مشکلات از فرد سرچشمه نمیگیرن، بلکه از نظام اجتماعی ناشی میشن که باعث ایجاد اونها شده. پس افراد به تنهایی نمیتونن از این وضعیت فرار کنن. تنها راه شرکت در یک جنبش جمعی و تغییرناپذیره. برای غلبه بر این شرایط باید از اتاق پجواکی که نظم سرمایه‌داری ایجاد کرده خارج شد. دیدگاه‌های تنگ نظرانه‌ای که این نظام به ما تحمیل کرده رو کنار گذاشت و ادعای خودخواهی بشر رو با نگاه انتقادی بررسی کرد. این ادعا چیزی نیست جز تکرار مداوم سیستم سرمایه‌داری که از طریق تلویزیون، بیلبوردها، توصیه‌های گمراه کننده خودیاری و کتاب‌های انسانشناسی شبه علمی به خورد ما داده میشه. کتاب‌هایی که اعتبار علمیشون حتی از مغالطه‌های خودیاری که ترویج میکنن هم بیشتر نیست. اگه به مطالبی از این دست علاقه‌مندی، کانال تهران پارتیزان رو دنبال کن.